مهدی عزیزم من خسته شدم. خسته نباش. چطور خب؟ خب از اینکه همه کار خونه همیشه باید خودم بکنم. خرید من هیچ کاری نمیکنم. همه کارا هستی میکنه. من هیچ کاری نمیکنم. نگفتم کارای خونه. خب اون اصل زحمتی که شما میکشی خرید به پول در میاری برامون هزینه میکنی. منم میام کار میکنم دیگه. ولی تو کارهای خونه خیلی بهم داره فشار میاد. خستم. میشه گاهی اوقات به من کمک کنی؟ من که کمک میکنم. اگه کاری باشه میکنم. من لامپ اتاق مالی من تو گفتی به من. آره گفتم. به من بگو من انجام میدم. تو نگفتی. گفتم حالا شاید متوجه نشدی نمیدونم ولی لامپ اتاقش یک هفته است همجوری. اون که اومده بودی گفته بودی تنبل اینجا افتادی فلان اینا جورش میگفتی؟ آره. برو بابا کسی که اینجوری کمک کسی نمیکنه. دیگه حالا لحن بیانم شاید جالب نبوده. قشنگ بگو کمکت میکنه. آره ولی کلا تو کارا گاهی اوقات بهم کمک میکنی لطفا. من که کمک میکنم تو نمیگی. تو یا نمیگی یا یه جوری میگی آدم بدش میاد دلش نمیخواد کمک کنه. قشنگ میگم قشنگ بگی معلومه هر موقع عزیزم میشه برام مثلا خرید کنی بیای. میگی اگه یه جوری بگی معلومه معلومه کمک میکنم چرا نکنم. تو اصلا یه جوری نمیگی همش یا دعوا داری یا اینکه داری مثلا مدلی میگی که آدم ناراحت میشه. مثلا میگم مهدی جون عزیزم میشه بریم مثلا غذا بپزیم میای بریم ظرفا رو بشوریم. تو هم میای دیگه. ظرفا رو تو میشوری؟ همیشه؟ نه بعضی وقتا. بعضی وقتا. مرسی عزیزم متشکرم. خب بله دیگه بریم. خوبه دیگه حالم خوب شد. آهنگ برای حال خوبمون بگذاریم. باش. خیلی بچه خوبی هستی. با دوست دارم مهدی دوست دارم. تو بگو یه لحظه یادت برام ننی ترام خواستنت